که این آدم را در اینجا گذاشت؟ تو یگان چیز را ندیدی؟ نه سردارم، یک مرد کاغذ جمع کن به من خبر داد. تو یگان چیز را میدونی؟ این آدم را یگان بار ندیده بودم نجیب سردار. شاید که از غم یگید خودش را کشته باشد. در این زمان همه چیز را چشمدار شدن ممکن. گوش کن پلید، میدانم که این کاری تو است. این کاری تو است. پلید این کاری تو است. من میدانم. سردهت بگویم. سردهت گوش کنید به من. گوش کنید بگویم. یگید با تو دوستی درینه حسابی میکنیم. تو هم خوب میدانی که من این خیل کار را نمیکنم. من تو پلید رو میکشم. اگر صف جان داشته باشی از من خلاص نمیشوی. جودم 1000 دلار من پلید رو پارا کنم. رفته در کیم کجا جلادی میکنی؟ بعد آمده مثل من بر این آدم پاک و پاکیزه را گناهگار میکنی. یگان ذره شرم نمیکنی. خاموش بشرف، تو حقی گپ زدن نداری. رفیقان یک دقیقه. یگید خودت را بدم پلید یگید آرام شو. به زیارتی تو آمدم. حالا باشد تو از من یک عذرخواهی قرض داری. تو باشی از من یک جان قرضدار هستی. تا حالا را چی داشته در اینجا؟ برای دروغ ماشین. بیا جورا جون با من رویم. تو پیرو این نوبکور نشو. سردار کاری من چی میشود؟ از سبب بیگناه بودن تو آزادی. او را رها کنید. تشکر. مایلش. سردارم شما خودتون دیدید. شما همش رو میدانید. شما مرا هم میدانید. من یگان گناهی ندارم. همش کاری همین پیکسی رزیل است. تو مثل بیگناهان عمل نمیکنی. مدامی که بیگناه بودی چرا وقتی به افسانه آمدنت گریختی؟ من نگریختم. مرا گریزاندند. که تو را گریزان؟ من نمیدانم. آدمان نخابدار بودند. مرا چی خیال میکنی؟ گوش کن یگید. از گفتنی بسیار دهانم موی برآورد. با آتش بازی میکنی. باز به دستم میافتی. سردارم این خیل باشد پیکش چی میشود؟ با چشمانم نظر کرده روی روز دروغ میگوید. البته که نوبت او هم میآید. یک روز او هم خطا میکند. چخیلی که دیده در جای ایستادم او به من حمله کرد. شما چخیل پلیسید. ببخشید او کمی بیعقل است. آن به عقل دوستی بسیار دارد. کسی که با یگید این کارا کرده است حتما جواب میدهد. جناب شما چی گفتنی هستید؟ آیا تهدید میکنید مگر؟ میگویند که سگ گزنده دندانش را نشان نمیدهد. من گپ زدن گیرد دلش را خالی کند. راست. سگ خوک رو نمیگزد. اگر تو با خوک بودنت راضی باشی من با سگ بودنم راضیم. خیری در کجاست؟ کی؟ خیری نگویم در کجاست؟ من حیرانم. آیا من در مقامات آدم های گمشده کار میکنم؟ در پیشانی من فالبی نوشته شده است. هم گوش کن تو را نگویم. از سحر باز شما همه رو دیوانه کرده اید. ثابت یک در خبر از من بیا. از خیری یگان خبری هست؟ نه پیکس یگان گپ نگفت. انشاءالله که بسرش یگان حادثه بد نآید. تو خودت را احتیاط کن. نگران نباش من او را میابم. اگر پیدا شد با من خبر ده. مایلش نگران نشو. من با مکانم میروم. در درون هوشیار باش. سلام. با دقت باش خوب. ما را هرگز تنها نگذار. نباشد از گریبانت میگیرم. خیر بس است. گپ را دراز نکنید. گویا که دختر میداده باشید. سردارم من هم با یگید میروم. تو به هیچ جای نمیروی. با تو حالا کاران تمام نشده است. اما سردارم اما پما نکن. و درون گفتم با تو گپ دارم. تو رفته عاطفه گرفته با اتاق من بیاید. اطاعت سردارم. کنی هم از پای کار خود شود. را گرد. انشاءالله که این دیداری آخران همون نباشد.
شین شمانه نیازی سویله هر دویتان و بیرون برایید. سرکمیسر ممدوح یگان کاری خطا کرده است. این کار تو نیست. و بیرون گفتم. خوب شده سردارم. برایید. خوب شده است. ای برادر چرا به سبب مرا میکوبید ها؟ را گیر. آخر یگان سوال دید یگان سبب یابید. این خیلی نمیشود آخر. حیوان ها کجایند؟ انا در رو برویم. دمت را گیر. بغیر از شما باز رزیل هست؟ باشد هم قسم میخورم که من نمیدونم. الو مایلا جناب من حل میکنم مایلاش حل میکنم گفتم. اکا این صحبت تلفنیاتون خوب نبود. شخصا به من معقول نشد. بزانو زن بزانو ایستید یک دقیقه اکا. اکا زانوی هم کسلی تربات دارد. 2 هفته شد معالجه میکنم. لعنت به تو دوستم. به تو چی شده؟ چی شد؟ این چی میگوید؟ دوستم صدای وجدانت را گوش کن. 1 دقیقه فکر کن. از کشتن من چی میگیری ها؟ من بر این آدم بیقدر رو بکشی چی فایده میبینی ها؟ چی فایده؟ چی فایده؟ ها؟ در حقیقت چی فایده؟ این آدم چی میگوید؟ هی احمق ها مثل فیلم های خارجی سخن میکنم تا اینکه مرا فهمید. در حال از تو پاسخ میخواهم ممدو. سردارم اویدی کدام موضوع؟ ممدو مرا فریب نکن. عاقبتش بسیار بد میشود. این تجهیزات را در اداره پیکاس تو گذاشتی. او را غیر قانونی گوش کردی. تو هم در این کار همراه هستی. هم خیلی عاطف. عاطف یگان گناهی ندارد. من کردم. برای نجاتی رعنا کردم. برای رعنا میدانم که برای نجات او کرده ای، اما کار بسیار خطا کردی. با کدام سببی که نباشد کاری غیر قانونی کرده ای. کرده باشم کردم سردارم. یک ذره پشیمان هم نیستم. آن آدم میدونست که رعنا را از کجا دستگیر کند. اگر اداره پیکاس رو گوش نمیکردم حالا رعنا مرده بود. نایلاش رعنا نجات یافت. پس تو حالا چیکار میکنی؟ شکایت کنه چیکار میکنی؟ با فکرم این نشان فکر کرده ای؟ من میدونم چیکار کنم. شما نگران نباشید سردارم. رعنا زنده است. پروا ندارم. جزایم چیزی که باشد تیارم. گوش کن یگید رفت. دست و پایم شکست. اگر به سر تو یگان بلای بیاید میانمان میشکند. این را میخواهی مگر؟ گوش کنید اینجا چی نفهمی شده است. مگر من با آدمی بد ماننده دارم ها؟ یعنی نگاه کنید چه خیلی آدمی خوبم. اگر از اینجا پرانم خون با بالایم میپرد. کاستیومم رو نو خریدم. اکا چه خیلی پروندن ها؟ در موبایل گم ندارو؟ ما اینجا صحبت کرده ایستوده. غم نخور شامل جان پول شستن لباست رو من میدهم. نه گوش کن دوستم. یک بار صدای دلت رو گوش کن. باز من فرزنددار هستم. یک تاش 3 ساله دیگرش 5 ساله. از دستم بوسه میکنم اکا جان. وجدانم میگوید که بکش. آدم اگر مراد حیات مثل یک فیلم زود میگذشته است. حالا من نفهمیدم که مردم یا اینکه نمردم.
این آغازش بود. پیکاس رو دعا کن که خواست کمی زنده بمانی. خدا جان او رو گیرد. همین خیلی نه؟ خاموش! برادر گفتید که دعا کن. من دعا کردم. دعای بچی دعا حساب نمیشود. تو چخیل با او پیروی کردی عاطف؟ سردارم چیکار کنم؟ سرکمیسر امر کرد من به جا آوردم. سردارم میدانید که اجرای فرمان این شرط است. خوش، اگر کار جنایتی میشد باز اطاعت میکردی. کردگی باشی از مسئولیت نجات نمیابی عاطف. فرمان سردارم. باور کنید نمیدانستم. سردارم من او را مجبور کردم. من با عاطف سخن میکنم، تو همراه نشو. برای خانم رنا کردم سردارم. یعنی هر جزایی که روا بینید تیاریم سردارم. برای یگان گپ نشدن باید احتیاط کنیم. شما نمیفهمید مگر؟ اگر یک خطای خوردکک کنیم این آدم ها از مورچه پیل میسازن. حالا باشد با سر میکنن. پلیس غیر قانونی ما را گوش کرد. همه کار ما را نقصاندار میکنن از پشت یک خطای خوردکک. نجیب سردار اینجاست؟ در همین جاست دوستان. ممدو سرکمیسر چی؟ اصلا او به من لازم است. او هم در همین جاست. عاطف شین؟ بخیر است آقای صاحب. به این طرف تشریف آوردن رو خوش نداشتید؟ خیر و شر را شما میدانید نجیب سردار. با کدام مسئله؟ مسئله غیر قانونی گوش کردن است. از حد گذراندید. نه از دادستان اجازت میگیرید، نه از محکمه یگان قرار، نه از کسی چیزی میپرسید. پلیسید یا که راهزن معلوم نیست. آقای دادستان، التماس از شما خواهش میکنم گپتان را با دقت فکر کرده گویید. کاری کرده تا ناممکن است نجیب سردار. جنایتکاران باید جزا گیرند. تو چه خیل آدمی ها؟ چه خیل پدری گپ زن؟ به دهانت نگاه کن. هم گناه میکنی هم زوری. چی کاری که کردم برای حیات دختری تو کردم؟ کنی بگو یگان ذره وجدان داری تو یا نه؟ نجیب برو خاموش کن. تا رفت خودش را بای میدید. برای گوش کردن غیر قانونی کوبیله شاهین از شما شکایت کرده است. حادثه مهم است. شخصا من خودم سر کار میگیرم آقای صاحب. با مدیر امنیت در کار باشد با آقای ولی هم سخن میکنم. مندوزیدی آقای کوبیله برای یگان منفیتش جنایتی نکرده است. این گناه را سبک میکند. اگر رانو را میکشت تو از گریبان آن آدم ها میگرفتی ها؟ برای نجات دخترم قانون را پایمال کردن لازم نیست. اینجا امریکا نیست مندو. ما کاوبای هم نیستیم. ما نماینده قانونیم. معلش آقای صاحب. بینم ممدو کاری کردهش این کار نمیکند. برای جزایش راضی است. پس باید بیاناتش را گیرم. محکوم از آن شماست. بیا برادر، خدا نجات. سلامت باشه. رفتیم کنی گذر. آرام باش. سراسیمه نشم شیرکم. مرا با کجا میبرید؟ گرسنه هستی اول با طرف خانه رفته یگان چیز خوریم بعد با درون در آمده راحت میکنیم میشود؟ در آنجا تلویزیون هست؟ یک سلسله فیلمی نو سر شده است. باز از تماشاش محروم نمانیم. یگید گندزال پامین است. بله مدیرم.
دادستان آگاهی کرد که او را به حجره مخصوص جای دهند. به نزدش تنها یک کس در آمده می براید. عمر اینجا بیار. لبای مدیر. باید رفیق تو مشغول می شوی. غیر از تو یگان کس به نزد او ندارد. من مشغول می شوم مدیرم. نمی شود. عمر مشغول می شود. اگر به او یگان کار شود تو جوابش را می دهی. دانستمان. نگران نباشید مدیرم. از من بیخبر پرنده پر نمیزند. و درون درو. تو میتوانی بروی ایتکین. مایلش. خوراکت را من نیارم. یگان چیز لازم شود مرا جیغ زن. خدا نگهبانت باشد. سلامت باشه. حالا ما چی میشته باشد از سرکمیسر؟ باز ما رو از کار پیش نکنند؟ دیوانگی نکن اوتیف. میلش سرکمیسر، من یک هوایی تازه گیرم. از این پس تنها هوا گرفته میتوانیم و خلاص. بیرو. خوب آقای والی، فهما من از پس این کار میشوم، شما نگران نباشید. متاسفانه خبرها خوب نیستند. حادثه را فهماندم، اما آقای والی گفت که با عدالتانه رفتار کنید. به این هم این خبر علیه پخش شده است. باقی مانده کار را من حل میکنم آقای مدیر. چی شد نیازی؟ یکون خبر هست؟ نمیدونم سرکمیسر. باوری گم میزدن. رانا، تو در اینجا چی کار میکنی؟ خبری نو رو شنیدی؟ چی خبر؟ تو رو با محکمه دادند. با تو کی گفت؟ پدرم همین خیلی این کاری است میدونم. باز کی میشد؟ پدر، این خبر راست است. شما این کارو کردن نمیتوانید. ممدو برای نجات من خودش رو در خطر گذاشت. به جای اون که به او تشکر گوید او رو به محکمه میدهید. سببش چیزی که باشد فرق ندارد. همه باید قانون را اطاعت کنند دخترم. چی؟ داماد شونده است گفته صرف نظر کنیم؟ مرا آدمی ساده گمان نکنید پدر. شما پروای قانون رو ندارید. بعد گپ میزنیم. کنی با اتاق سوال و جواب گذاریم. مرحمت. پدر، شما رو یک لحظه ممکن است؟ گفتم که بعد گپ میزنیم رانا. نمیبینی کار دارم. از دخترتون دیده کاری مهمتری هست. تنها یک دقیقه.
شما درآید، من میآیم. پدر، من دخترتون نیستم مگر؟ متاسفانه دخترمی، به عقلی، یک رو هوا بلندی، اما به هر حال میدانی که دخترمی. شما یگان ذره مرا دوست ندارید. تو حالا هم دختر من هستی. میم دو حیات مرا نجات داد. اگر اون نمیشد حالا مرا به درون قبر گذاشت و به بالایم خاک میپوشیدید پدر. میلش، نگران نباش دخترم، از دستم هرچی آید میکنم. التماس پدر، به میم دو یگان ضرر نرسانید. نمیرسد، به تو وعده میدیم. با تو یک وظیفه داده بودم پسر. بله داده بودید، اما متاسفانه موفق نشدی. علاوه بر این آدم هایمان معلوم شدن. آیا میدانی این چی معنا دارد؟ اما ترسانده تاثیر کلان رسانیدیم. به فکر من موفقیت به شمار می رود. تمام کشور به لرزه آمد. خودت را بیهوده فریب نده. در 7 سال آخر عملیات هایی که موفق نشدیم نه تنها آبروی ما را پس زد، بلکه افرادان خودمان را نیز ناامید کرد. دیگر دوستانمان به ما باوری نمی کنند. از همه دوستان نزدیکمان با صدای بلند از ما حسابات میپرسند. با این نقشه هایمان چندین شخصیت ها را حق برآورده، کشتن نتوانسته، برعکس آنها را با قوت کردیم. مقامات امنیت با شرافت ما قهرمان شد. 14 سویقست علیه سربازی کردیم. کنی گوید کدام آن را تا آخر انجام داده توانستید؟ امنیت پیش راهی همه‌اش را گرید. بعد از این حادثه ها به ما باز بسیارتر فشار آوردند. خوشبختانه هم مسلکانمان نقشه کشتار ارمنی ها را خوب انجام دادند. این در خارجه شان و شرف این دولت را پس کرد. تو در داخل باید جدا شوی و ملتچگی را با ترور انجام دهی تا اینکه سازشنامه‌های ارمنستان برباد رود. حالا نفوذ دولتانی که گنسید را قبول کردند به 23 رسیده است. اما از تو و گروهت یگان صدای نمی آید پسگار. روزهای وزین را گذرانده ایستاده، خیلی وزین. هر یک کاری خطایمان بر علیه خودمان شده ایستاده است. باید اینها را پیشگیری کنیم. لازم شود آنها را دستگیر کرده جزا دهیم. 24 ساعت وقت داری، نباشد سری تو را میگیرم. فهمیدی؟ فهمیدم. اکنون رو 20 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بوربات انتظارات. الو؟ نمیدونم حاضرال. پیش از در آمدنش غمگین بود، تا حال نبر آمده است. نمیدونم، من هم دانستن میخواهم. میلش، تمام که شد به تو زنگ میزنم. یگون نقشه رخ نداده است بگمانم، وگرنه جناب مینی غمگین میشد پسگار. خیریت برآمدید. چی شد جناب؟ در درون چی گپ شد؟ آیا خبرهای ناخوش است؟ وضعیت خیلی بد است. وضعیت فلاکت بار است. فلاکت. نخواد که جناب تا این اندازه بد باشد. سرم در گرم است مینیک. سرم. اصلا اجازت نمیدیم جناب. در کار شود جناب مینیک برای شما سری خودش را قربان میکند.
از آنی که به شما یگون حادثه رخ دهد من مورم بهتر است جناب. سفسطه را بس کن. پیکاس را یاب. اطاعت جناب. هر جاتون برای بیانات دادتون امضا کنید. آن همین طوره. تو به وظیفه‌ات میتوانی که برگردی. تشکر آقای دادستان. خیر به من جواب. من میروم. تو باشی ممدو تا قراری والی در زیر نظارت میشوی برای آینده خودت. حالا باشد سلاح و حجتهایت را بده. با تو اصل و سلاح و حجتم رو نمیدهم. تو سرداری عدلیه میباشی، نه سرداری اداره من. از حد نگذران. خوب ممدو، نباشد برنجیب سردار ده. سردارم، سلاح و حجتم رو دادن آیا لازم است؟ Bir sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. چی شد رفیق سردار؟ ممدو چی شد؟ چی گفتند؟ ممدو زیر نظارت قرار میگیرد تا آخری قرار محکمه با ما نمیشود. کمکی کردتون همین است پدر. حیف شما. من فقط کار خودم را کردم، نه برای تو دخترم و نه برای یگان کسی دیگر قانون را پایمال نمی کنم. با قرار والی زیر نظارت گرفته شد. تو پایمال نمیکنی؟ مرا نخندان. آیا تو خیال میکنی که با پیو رفت آمد کردنت را نمیدونیم؟ ممدو آرام شو. آیا دروغ است سردارم؟ همش را عیان میکنم. انسانی بعد یک روز معلوم میشود. من چیزی که گویم بهانه یافته خودت را سفید میکنی. کی بهانه میکند شما او را خوب برای که همیشه مخال میکنید. ممدو انسان کمی شرم و حیا میکند. در نزد تو قدر و قیمت ندارم همین که میدانم که درد تو چیست. ممدو بس کن. لایق دختری تو نیستم. اگر در دستم قدح شراب طرف خانه و طرف خانه های تاریک در محفل های شبانه گردم بعد من قیمت پیدا میکنم. ممدو بس کن. بس نیست سردارم، بس نیست. ممدو بس کن التماس. نجیب او را خاموش کن. من برای دختری تو جانم را دادم. باز هم در کار شود خودم را زیر خطر میمانم. پشیمان نیستم و اصلا نمیشوم. مرا فهمیدی؟ ممدو صبر کن. چی میگویی؟ رفتیم. خیری خوراک میخوری؟ یک دنیا شطه خوردم، جای خوردن نموند. بسیار با لذت است، بسیار. دوستانم روان کردم. نمیبینی که من هم مخلصان زیاد دارم. تو مخلص داری؟ نه باز چی؟ خوش آمدید جناب. خوش باشید. یگان چیز گفت؟ یگان چیز را نمیداند که گوید. از شما چه خبرها هست جناب؟ واخوری با انجمن چه خیل گذشت؟ نپرس پیکاس، هممون گرفتار بلایم. یعنی چه خیل؟ یعنی این کی؟
سوی قصد علیه وزیران درد سرمون شد. راست. انجمن از من میخواهد که در بین 24 ساعت سر شخصی که پیش این کار را گرفته است نزد او برم، وگرنه نباشد چی میشود جناب؟ اول سری من، فهمیدی؟ بعد سری شما. شما نگران نشوید جناب پیسگار. من به شما 24 ساعت پر نشده سری همش را میارم. باز همان سخنانت پیکس، باز همان، همیشه یک سخن داری. میارم عالی جناب، حل میکنم جناب، شما نگران نباشید جناب. چرا حل میکنی؟ تا امروز چرا حل کردی؟ اما جناب خاموش، دیگر به تو وظیفه نمیدهم. ناعهده برایت به سر من بلا میشود. اما جناب در اینجا پیکاس گناهکار نیست. جناب التماس به من یک بار دیگر امکان دهید. و شما با ننگ و شرفم وعده میدهم این مراتب تمام می شود. بعد هر کاری که با من میخواهید کردن گیرید. جناب یک امکان دیگر اطمینان دارم که این دفعه حل میکند. درست. آخرین امکان، وگرنه سرت از آن من. سرم همیشه از آن شماست جناب. بیا رفتیم منی. خوب شده است جناب، رفتیم. التماس عالی جناب، یک امکانیت دیگر عالی جناب. آروم باشه جناب. اجازت دید من این نوبکار را کشم. بیا. چی کار کنم جناب؟ در حال کشم؟ بوده در یکان جای پرانید، بدو را گرانید زودتر. خوب شده است جناب. کلی خیز خیر تا دیدن. همش عیبی من است. دیوانگی نکن، با تو یگان علاقه ندارد. بر قصد با آن آدم ها نگریختی. البته کاش یگان روحی دیگر میفتی. چی؟ یعنی اینجا عیبی من شد؟ نه این خیلی نیست، من این رو نگفتم. پس چی گفتی؟ کاش یگان روحی دیگر میفتی و خودت رو برای من شده زیر خطر نمیگذاشتی. ممدو هر دویمان گناهی نداریم. من با تو گویم که گناهگار کیست. آن کس به شرفی پدرت است. مایلش بیا موضوع رو دیگر کنیم. در رو برویم راستا دروغ گفت. پیروی از قانون میکنم گفته، بلا و بتر میکنم گفته. در زیر نظارت بودنم او رو بسیار خوشحال کرد. مایلش کاری شده شد. اگر به تو جزا دهند، جزای سبک میدهند. خیریت که پیکاس رو گناهگار نکردی. این جزای سبک تا آخری عمرم مرا آزاد نمیگذارد. اما چیکار کنم؟ کاری شدگی شد. لیکن جواب همه این رو یک روز میدهند. با یگان تعریف نامه احتیاج ندارم. ممدو تو چی ها میگویی؟ این چه خیلی گپ زدن است؟ رانا همشون جواب میگویند. اپا چیکار میکنی؟ ما فوتبال رو تماشا کنیم؟ الپرین چه خیلی فوتبال؟ یک سلسله فیلمی نازل شده است. خط تقدیر آن رو تماشا کنیم؟ خط تقدیرت رو مون؟ خط پینالتی رو تماشا میکنم. گل نشود. میمونم. الپرین با من ده گفتم. ته با من گل نشود. نمیفهمی. با من ده. انا بین. الپرین مرا دیوانه نکن. فیلم تماشا میکنیم. من دو یکان گناهی ندارد نجی. اگر تو میشدی همین خیلی نمیکردی. چیکار کردن و نکردنم رو خوب میدونی. یعنی میگذاشتی که من رو کشند. حالا فهم میشود که آدم در معما میافتد و بر آمدن از اون آسان به دست نمیآید. حالا با ممدوح چی میشود؟ انسان برای این کارها بسیار غمگین میشود.
میخوای برای دوست داشتن جان خود را فدا کنی، اما نمیفهمم. باز سر در بلا میمونه. یگیت و ممدو حالا جوانند. این چه خیلی فیلمی زود. خطا میکنند. این کاری میشده نیست. خطا کردن با سن و سال چه علاقه دارد هنر؟ خطا کردن از سر غضب سر میزند، از بفکری سر میزند، از سراسیمگی سر میزند، خودت را فکر نکردن سر میزند. ملت را فراموش کرده با عقل خودت رفتار کنی آن وقت سر میزند. ممدو یگید باز جوان بوده. در سن و سال آنها آدم ها دولت ها را فتح میکردند. تو باری آخرین آگاه میکنم. بس کن الپره بمنده گفته ایستادم. برای چی نمیفهمی؟ بمنده. کنی آن را بمنده؟ یا یکدیگر فهمی را یاد میگیرید یا اینکه تلویزیون تماشا کردن را بس میکنید. به اتاقتان روید. تست روید به اتاقتان. گفتم که کینو تماشا میکنه. گفتم که فوتبال رو تماشا میکنه. اینها را بین تا حال گپ زده ایستادند. سلامت باشی. این آدم ها مثل مار می باشند. جای ضعیف انسان را می کابند. از دوستان محروم می کنند ما را. نگران نباش نجیب. ممدو بچه با عقل است. مثل یگید هوا بلند نیست. باز رنا هم هست. ممدو را نمیگذارد. یگید هم حلیمه داشت. عاقبتش را دیدیم. یگید را خوب می دانم. او را پاره کنند هم آوازش نمی براید. ممدو هم همین خیل، اما اگر دوست داشته یگان شخص زیر خطر باشد پس انسان خود را گم می کند. می ترسم هنر. می ترسم. تو با این گپ زنیت مرا نترسون. خودش چی گپ؟ از من حسابات میپرسی؟ مثل یگید با من گپ نزن. تا اینجا بوده است رانو. پدرت و مثل وی بر این انسان‌ها این وطن را از خود کردند. هر خیلی که خواهند همون خیل رفتار میکنند. در این کارها دیگر تماشابین نمیشوم. چرا باید تو تماشابین شوی؟ به این هم در سری وظیفت میباشی. نمیرسد رانو، نمیرسد. مثل پدرت بر این کژدم‌ها همون را زهرآلود کرده ایستادند. کاش که یگید در وقتش او را میپروند. تو میفهمی چی ها گفته ایستاده ای ممدو؟ تو هم مثل یگید شده ایستاده ای. جمعیت رو یک طرف گذاشته از پیش خودت کار نکن. با من گوش کن ممدو. این رفتارت با من معقول نیست. علاوه بر این با نجیب سردار هم مناسبتت خوب نیست. میبخشی نخواست از دهانم بر اومد. همه‌تون خیلی عجیب هستید. یگید تو مادامی که کاری پلیسی اینقدر مشکلی بوده است آن را پرتافته راهزنی کنید. این خیل نگوی رانو. میگویم ناحق هستم مگر؟ یک کاری درست میکنی و بعد از اون همه را برباد میدهی ممدو. رانو دیوانگی نکن. پدرم اگر مورم تو خورسند میشوی تو چی فایده میبینی؟ رانو التماس وقتی که من گپ زدم بعد پدرت قدر و قیمت پیدا کرد. چرا باید قدرش پس شود؟ من طرفی او رو نمیگیرم. حتی از تو دیده زیادتر میخواهم که جزایش رو گیرد، هرچند که او پدرم است. خوب پس لیکن اگر او رو پرونن من خیلی غمگین میشوم. آخر پدرم است. یک بار او رو از دلم کنده نمیتوانم. تو این رو میفهمی؟ خیر نخواست از دهانم بر اومد. پس چرا عذر نمیپرسی؟ با این حالمون نگر با نزدیکی گویا خونه‌دار میشویم. تو از مرگ نجات یافتی، من باشم زیر نظارت قرار دارم. چه خیل به غضب نآیم رانو. التماس بس کن، دیگر تو رو شنیدن نمیخواهم. رانو
салом мухлисони студияи ҳамсадо. чуноки ки шумо огоҳ ҳастед, студияи ҳамсадо тасмим гирифта буд бахшида ба 20-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз байни 10 нафар ҳунармандони силсилафилми ҳомиён 5 нафарашро ба шаҳри Душанбе даъват намояд. ҳамчунин ба тариқи овозии SMS-и ки мухлисон онҳоро интихоб карданд. ва ҳамчунин студияи ҳамсадо эълон карда буд ки он мухлисоне ки ба ҷонибдории ҳунарманди писандидашон SMS равона мекунанд, аз байни он мухлисон 10 нафарашон соҳиби мукофот мегарданд. аз ин ҳам бошад мухлисоне ки ба ҷонибдории ҳунармандашон ва ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон SMS равона карданд, 8 нафарашон соҳиби роҳхат ва консерт, соҳиби чипта гардиданд. ва он 2 нафаре ки бештар ба ҷонибдории ҳунарманди писандидашон SMS равона намуданд, имконият пайдо мекунанд ки ҳамроҳи ҳунарманди писандидашон наҳорӣ ё ин ки фурӯкишон бикунанд. аллакай мухлисон он 5 нафар ҳунармандеро ки ба шаҳри Душанбе ташриф меоранд тариқи SMS муайян карданд. ин ҳам бошад таҳти рақами 01 Йигит, таҳти рақами 02 Ҳалима, таҳти рақами 03 Наҷиб Сардор, таҳти рақами 04 Менду ва таҳти рақами 05 Хайре мебошад. мухлисони гиромӣ, ба инак анамин ду писарбачаи зебо он мухлиси хушбахтро муайян мекунанд. бояд қайд намуд ки дар дохили анамин зарф рақами телефонҳои он шахсоне аст, он мухлисоне аст ки ба ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон SMS равона карданд. рақами интихоб шуда 918 37 41 41. рақами интихоб шуда 988 58 97 45. чуноки ки мо имрӯз дошта будем, мо 8 нафарро бояд аввал интихоб намоем. 917 58 58 42 988 61 88 88 918 43 42 35 907 72 36 45. инак мо 6 мухлисро интихоб кардем, 2 мухлиси дигар марамад. 918 10 10 06. мухлисони гиромӣ ва инак нафари охирин дар шарти аввал аз он 8 нафаре ки чуноки мо имрӯз дошта будем, рақами телефони 91 508 84 58. ва анамин 8 нафар соҳиби роҳхат ва консерт шуданд, яъне соҳиби чипта. ва инак он 2 нафар мухлисро ки аз ҳама бештар ба ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон SMS равона карданд ва ҳамчунин имконият пайдо карданд ки ҳамроҳи ҳунарманди писандидаашон наҳорӣ бикунанд, муайян намудем. ин ҳам бошад рақамҳои 907 77 43 77 919 16 38 38 мебошад. ҳамаи он 10 нафар мухлисонро ки дар ин бозӣ ғолиб омадам табрик мегӯем ва аз 8 нафар мухлисони даври бозии якум хоҳиш менамоем ки ҷиҳати дастраси чипта ба студияи ҳамсадо муроҷиат намояд. ногуфта намонад ки рӯзҳои 17-18 сентябр студияи ҳамсадо беҳтарин шоу барномаро бахшида ба 20-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони истиқлол баргузор менамояд. ва дар ин шоу барнома беҳтарин ҳунармандони эстрадаи тоҷик ва ҳунармандони силсилафилми ҳомиён иштирок менамоянд. бахшида ба моҳи шарифи рамазон аз 1 то 15 август шумо метавонед чиптаҳоро аз кассаи кохи борбад бо нархи 20% арзон дастрас намоед. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. лабай ҳунер. рано, чӣ шуд? барои чӣ гирья мекунӣ? боз бо мемду ҷанг кардем. худоё парвардигор, дар куҷоӣ? дар роҳ ба хона меравам. дар роҳ бо диққат бош. ба сарат ягон ҳодиса наояд, эҳтиёт кун. майлаш. соҳа барои гӯш кардани ғайриқонунӣ кубинаи шоин аз шумо шикоят кардааст. ҳодисаи муҳимест.
تا قراری والی در زیر نظارت میشوی برای آینده خودت. حالا باشد سلاح و حجتهایت را بده. اگر این تجهیزات گوشکنی به شما تعلق داشته باشد، تمام کافت و کابهای تا به امروز کرده اتان ضرر میبیند. صحیفه های روزنامه ها را پیش بینی میکنم. سردار برای گوش کردن غیر قانونی از وظیفه‌اش آزاد کرده شد. این همش کار پیکس است. میدانم. تا تو مرده نروی هیچ کدام ما آرامی را نمیبینیم. مادامی که دوست داشته های ما را نیست میکنی، وقتی آن رسیده است که چشمانت را از کاسخانه سرت زده برارم. خیر براری کن. تشکر. به یادم بیار یگان روز تو را به ضیافت برم. کی میداند که خوراک ها در اهمیت چقدرند؟ شوربای با نسک، شوربای با لوبیا اون تصور کردن نمیخواهم. خیلی شد که در ساحل ماهی نخوردم. بسیار خوب، اما اول کار یگید را تمام کنیم. سلام. امشب کار را تمام کرده میتوانیم؟ امکان پذیر است. مدیر به نزد یگید یگان کس را نمیماند. تنها یک محافظ می‌دارد. او باشد آدمی مدیر است. در اینجا کار تمام نمیشود. پس چیکار میکنیم؟ چی مصلحت میدهید؟ علاجش چیست؟ فکر میکنیم یگان چاره‌اش را مییابیم. مرا اجازت دید وگرنه مرا کسی در اینجا بیند. مایلش ایتکین، تو از پی کارت شو. عاقبت کار همین بوده است. در نیم شب در یک چقوری ماجرای من تمام می شود. هی چه شو برد. کافتن را بس کن. نفت میکوبی. چخیل بس که کمی چخورتر شود خوب می شود. باز سگ و گربه ها آمده در بولش پیشاب نکنند. جسدی بوینا که تو بکی در کار می شود. اکا جانی خیل نگو. گفته نمی شود. مرده من به تو قدر ندارد. وقتی مردم به سری مزارم نیا. بعدی مرگم نزدم نیا نمیخواهم. بعدی مرگم نزدم نیا نمیخواهم. چی شد؟ برای چی اینقدر فکر میکنی؟ ثبت‌هایی که یگید را در نظارتخانه به نوار گرفته بود میدونی در کجاست؟ چی لازم؟ همش رو پاک کردم. نقشه همون این که اگر یگید را در درون کشته نتوانیم کار باید کرد که آزاد شود. خوب اما چی خیل؟ بیاری تو اون نوارها را یافته یگید را میبراری. برای اون که یگید رو حبس کنن من خیلی سعی و کوشش کردم. یگان علاج دیگر نداریم، مجبوریم. پس ثابت چی میشود؟ خیری. با فکرم تنها خیری میتواند که به ما یاری دهد. انا بدکه جان افندی به او گفت که میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت که نمیدونم. چی گفت؟ زود فهمون. کاش که میدونستم. تا اینجا لطیفه رو خوب بافتم اما اکا جان مرا میبخشی. تا این دم وقت رو خوب کشال دادم. فکر کردم که رفیقانم مرا میابند اما چی وقتی ما رو میگیری؟ چقری را کندی کو؟ در سرش پران رفتیم. اکا جان چی هم میگویی؟ چخیل پراندن؟ چخیل رفتن؟ ما در اینجا صحبت شیرین کرده ایستادیم. خاموش. کلمات را عرضه کن. خدایا پروردگار التجا میکنم تا امروز همه گناهایی کردم را ببخش. مرا از اینها نجات ده. تلفن زنگ زند یگان کار دیگر شود زوره میکنم. اکا تلفن شنیدم البته.
مرا پرسان من نیستم اکا. لبای جناب. خیری حالم زنده است؟ بله جناب. بسیار خوب. در حال او را به نزد من بیارید. خوب شده است جناب. میپرانیم اکا؟ نه. او را برار از اینجا میرویم. در نام برای پروردگار دعای من رو هم قبول کردی. دیگر چی گویم ای خدا؟ شکر زیاد، 1000 بار شکر. آمین. کنی برار. نجیب، خیریت که اومدی. آخر برای تو خواطر شدیم. کمی سیر و گشت کردم. ممدو در کجاست؟ نمیدونم. برای چی بحث کردید؟ اپای هونه رو آخر میدونه چقدر گپ میزند. گویا که ممدونه یکیت گپ زده ایستاده باشد. اکای نجیبت هم از این کارش میترسد. پس چی شد؟ نه، ممدو این کارو نمیکند. همین خیلی نه اکای نجیب. رانا، ممدو در حقیقت تو را دوست می‌دارد. حالا باشد بسیار در غضب است. چرا این خیلی بی‌عقلانه رفتار کردم؟ در باید داد زدم. کاش از نسش نمیرفتم. اکای نجیب باید زنگ زنید. در کجایی که باشد به اینجا بیاید. مبادا بازگون بی‌عقلی نکند. مایلش، آلاییست. شما نشینید. من زنگ میزنم. آرام شو دخترم. البته پس چرا بعد از این سین و سال مکتب خانه‌دار شوی کنیم؟ چرا؟ یعنی ما در حقیقت قدم به سوی خانه دار شدی میگذاریم؟ البته پس چرا بعد از این سین و سال مکتب خانه‌دار شوی کنیم؟ و تلفن نجیب سردار هم جواب نمیدهی. خدای توبه. در کجا بود است؟ نمیدانم. جواب نمیدهد. خدای توبه. میترسم که باز یکون بیعقلی تو نکنم. کمی صبر کن. در فکرهای بد نکن. کنی گذر کمشینیم. بیا رفتیم.
سلام، حجتتون رو دید. گفتم که حجتتون رو بینیم. نمیبینی. التماس حجتتون رو نشان دید. ما رو مجبور نکنید. فرض کردیم که مجبور کردم، پس چی میشود؟ تنها حجت رو میبینیم. تمام. چی شد؟ در حال دستت رو به سوی سلاح دراز کردی؟ زورتون فقط به خلق بیچاره میرسد ها؟ بینید، در آثارخانه برای قتل کودکان بمب میگذارند. از زیر خاک سلاح و یراق بسیار یافت میشود. آیا یگون بار از آن شخصیت ها حجت پرسیدید؟ برادر، این چی علاقه دارد؟ بخشش. آنها نهنگ‌هایی میباشند که شما با آنها نزدیک شدن نمیتوانید. مثل ما سیر و گشت نمیکنند. انسان‌هایی که در باغچه نشستند. از آنها حجت پرسیده وطن را همیشه نجات میدهید ها؟ که نگوید قهرمان میشوید ها؟ بس کن، دستهایت رو بردار. نمیکنم. چی کار میکنی؟ میپرونی. دستهایم رو بالا نمیکنم. میپرونی. کنی پرون؟ بعد میبینیم که چند سال در حبسخانه خواب میکنی. آخر تنها حجت پرسیدم از تو باید خودت رو معرفی کنی. تو دردی سر شدی برادر. بله، دردی سر میباشم. من از اول دردی سر بودم و میمانم. انا گیرین حجتم. آرام باش، دستت رو پشتی سر کن. مگر نمیفهمی؟ مرا گوش کنید لندهورها. معلوم که کار را نو سر کرده اید. کودک دیروزه هستید. اگر من سردارتون باشم 55 سال میدهم. فهمیدید؟ آیا تو پلیسی؟ ما رو مسخره میکنی؟ تو برای چی با سردارت این خیلی سخن میکنی؟ اگر شما بصیرت پلیسی میداشتید آدم رو از افتش میشناختید. فهمیدیم که پلیس هستی، اما یک حجت نشان دادن اینقدر مشکل است برادر؟ حجتم رو گرفتند. مرا زیر نظارت قرار دادند. سرکمیسر ببخشید، شما را نشناختیم. من هم شما رو نشناختم. پلیس بودنتون بسیار ضعیف می باشد. نخود که با آدم شبهناک همین گونه رفتار کنید رفیقان. شکر گوید که از پیشتون من برآمدم. سرکمیسر ما رو ترسوندید. گفتم که دیگر سرکمیسر نیستم. دردی سر هستم. برای کار با شما. سرده نه سرده نه گفتم سرده دو دست هستم. نه مرا کشتن نمیتواند. نه روید از اینجا مرا کشتن نمیتواند. نه مرا کشتن نمیتواند. روید از اینجا. روید میگویم مرا کشتن نمیتواند. نه مرا کشتن نمیتواند. نه روید از اینجا. روید. صبح خیر. سحر شد کاری خیز. قهوه آوردم. مرحمت. خیریت که خواب بوده است. چی شد؟ خوابی بد دیدی مگر؟ تو از من چی میخواهی؟ یگان چیز نمیخواهم. برایت صبحانه آوردم. من هیچ چیز نمیخورم. برای چی؟ نمیخورم گفتم. میدانم که چیکار کردنی هستید. من نمیخورم. من میدانم نمیخورم. میفهمی؟ نمیخورم گفتم. فهمیدی؟ نمیخورم. چیکار نکنی برادر؟ مگر دیوانه شدی؟ مرا کشتن نمیتوانید. فهمیدی؟ این را فراموش نکن. من جانم را با دست شما بر این شیطان ها فدا نمیکنم. فهمیدی؟ مرا کشتن نمیتوانید. فهمیدی؟ ایستو صبر کن. فراموش دف شو از اینجا. برآمده رو. دف شو گفتم. دف شو.
کاری که یگی تمامش کرده نتوانست نصیبی من بوده است. نه، تا حال جواب نمیدید. این کار خاصیتی خوب ندارد. اقنون چیکار میکنید؟ آخر اول او رو یابیم، چیکار کردن همون رو بعد میبینیم. سلام، ببخشید به اجازت در اومدم. هیچ غم نیست، گذشتین. براتیق سردو شبی در رو زنگ زدم، ممدو با تلفن جواب نمیدهد. و من هم جواب نمیدید. کمی دیگر صبر میکنیم. اگر که نشد از ممج تلفنش مکانش رو معاین میکنیم. خوراک آوردم بیایید. زودتر بیایید بچه‌ها، خوراک خنک میشود. زودتر بچه‌ها، خوراک تیار است. برادران خوراک خنک میشود. این کجاش گم شد؟ برادران کجایید؟ یگان کس نیست؟ برادران برزگاوی ابله نیمی دنیا هستی باز در کجایت میخوری؟ چی خیلی میخوری ها؟ مردهیم که از گرسنگی ابله ها. تو از کجا بر آمدی؟ از قحطی بر آمدم. نجوم از جویت مجبور نکن که خسته هم روش کنم. آنها رو خوب زدم. خیری تو با قوتی. این مراتبه اجازت میدهم که زنده مونی. انا میخیل لیکن مراتبه دیگر رحم نمیکنم. تاکسی ای با کجا میروی؟ ایست گاز رو زیر کن. گاز رو زیر کن گفتن چی معنی داره؟ اکا جان گاز رو زیر کن گفتم. احوالم خوب نیست. باز تو سوال های ناجو میدی. گاز رو زیر کن. استغفرالله. این خیری احمق است. تو از پسش شو. با دقت باش. ثابت مثل خیری نیست. جناب خیری گریخت. همه گل شیر بچه من. گوش کن. تو حال نیفتی اوتیف؟ میکوام لیکن نمیروم سردارم. در رویان فایل ها گم شدند. خدایا آخر نباید این خیل شود. تو گفتن رو دوام ده اوتیف. انا یافتم در اینجا بودم. یافتی؟ خوب زود یک نسخه تیار کرده با من بیار. چیکار کردی؟ یکی درو میتوانی امروز براری؟ نوارها رو یافتیم. در حال روان میکنم.
امروز او را میبراریم. بسیار خوب سویدای. سردارم، عاطف نوارهای یگیت را که در نظارتخانه بود یافت کرد. نخو نتیجهش؟ آن شخص را یگیت نکشته است سردارم. زود آن نوار رو بیار. دیدن میخواهم. عاطف به دست گذرانده ایستاده است. حاضر میآورد. خیلی خوب. یعنی یگیت میبراید. biz solagil istiqloliyati jumhuri Tojikiston muborak do'ston aziz mu shumo ro dar koki borvat intizor بیا برا با زیارتت آمدند. کی بود است وای؟ نمیدانم، تو را میپرسند. دوستان بخیر است؟ به اینجا آمدی؟ با زیارت جورا هم آمدم. کاری بد کردم؟ نه. نجیب این نوارها را در حال به سود روانه کنید. من باشم به مدیری حبسخانه مکتوب می نویسم. بله. این نوار نشان میدهد که یگیت بیگناه است. در این حادثه بیگناه می باشد. پس او از اونجا میبراید؟ به فکرم میبراید. آقای وزیر هم از یگیت پرسان شده بود. یا خبر دهیم. من هم میروم. انا این را خبری خوش میگویم. تشکر. خوش آمدید. این چه ارمغان خوبه بود. مسئله یگیت را چیکار کردی؟ با گمانم که امروز حل میکنیم. اکنون تصور کنید که سر یگی در پیش شما جناب. تنها اونه. ثابت را هم میخواهم. از مردیون یگان نشانه باید نماند. جناب، منم به شما یک خبری دارم. شطوری که مصلحت کرده بودیم میمدو را زیر نظارت قرار دادیم. حالا باشد هر دو بالی نجیب شکسته شد جناب. لیکن دخترم از من در غضب است. بعد چیکار کنم؟ میمدو دخترم را نجات داد. از روی وجدان کمی ناراحت شدم. از کدام وجدان سخن میکنی سوها؟ این چی بزدل است؟ چی ترس است؟ در این راه مردن است، کشتن است. این قدر قسمی خوردت را تیز فراموش کردی. باز وجدانت ناراحت میشده است. یک دقیقه گوش کنید. گپ در سری دخترم می رود. همان خوب می دانیم که در قفای او کیست. کی بوده است در قفایش سوها؟ جناب، من مادامی که دخترت را نجات داده است کار را تمام کن. با این کار ما را گناهکار نکن سوها.
دیگر گوش کردن نمیخواهم. این مراتب مجبورید که گوش کنید. جناب امر کنید. گوشم به تو دستم. نصیحت کردن میخواهی؟ نه، اومدم که حقت رو حلال کنی. این گپ از کجا برآمد دستم؟ درد بیمار را بیمار میفهمد. تا امروز من نفهمیدم که تو چی جفاها کشیده ای. با دستمون خور خلا در حال داد و فریاد میزنیم، حالا آنکه چندین مراتب بر سینه تو خنجر زدن. جورا جان با تو چی شد دستم؟ بخیر است؟ من زیر نظارتم. رهنو رو بودند. من باشم برای یافتن او پیکاس رو غیر قانونی گوش کردم. پس نجاتش دادی؟ نجات دادم. دوستم نجات داده باشی بلا و پسی باقی ماندهش. ببین اگر تو را زیر نظارت قرار داده باشم مرا محکم کردند. به هر حال شکر باید کرد. بهترین سعادت برای انسان آن است که به کسی وابسته نباشه، وابسته قانون نباشه. گویا که در میان 4 دریا تخته بندت کردند، باز میگویند که دامن تر نکن، هوشیار باش. همین خیل است. این خیل نیست دوستم، این خیل نیست. اصلی کار این طور نیست که تو گمان میکنی دوستم. پس چه خیل است؟ گوش کن دوستم، با تو روی راست میگویم. این حادثه ای که اثر تو گذشت بارها اثر من هم گذشته است. میدانم که پریشان حالی، در غضب هستی، یگان کار کردن میخواهی. خیر واس است گپت روزان. گوش کن، تا این وقت کار بسیاری کردیم، در بسیار عملیات ها یک جا بودیم. حالا باشد راه های ما جدا شدند. راهی چپ تاریک و عاقبتش بد، حیله و نیرنگ، چاهی زیاد، درد و بلا، خون، دهشت، اغوا و دسیسه، همه چیز هست. در اول آسان مینمد اما در آخر سرت را برباد میدهی دوستم، دیوانه میشوی. به این هم دیوانه شده ایستادم یگید. گوش کن دوستم، به چشمانم نگاه کن. من اشتباه کردم، آلوده شدم، میفهمی؟ روز تا روز امکان نجات من از این گرداب کم میشود. در یک باطلاق افتیدم، هرچند که زور میزنم باز چهارتر غرق میشوم. خواه جنایت کار گویند، خواه قهرمان، چیزی که خواهند گفتن گیرند دوستم. حقیقت همین است. تو به این راه نرو دوستم، به تو اجازت نمیدهم. تو نباید به این راه روی دوستم. یگید قرارم رو از دست دادم. گوش کن دوستم، کاری ناتمامی تو رو من تمام میکنم. دیوانگی نکن، دیوانگی نکن. تو مثل من نیستی. تو حالا آلوده نشده ای و پیشت خیانت نمی کنی. گوش کن، میدانم که بسیار مشکل است، اما با خدا که نجیب سردار حق است و راست میگوید. اگر راهی را انتخاب کردنی باشی، حتما راهی او را پیروی کن. تو میدانستی او همیشه به من میفهماند، اما من خود سرانه گوش نمی کردم. انا بین عاقبت کارم چی شد دوستم؟ همش عیان است. التماس میکنم خطا نکن، این خیل فکر نکن، زاری میکنم. حقت رو حلال کن چورا جان. وعده ده. مرا ببخش. اگر به من قول دهی که یگان نامعقولی نمی کنی، آنگاه تو را میبخشم. این طور باشد، در روزی آخرت ماند. من تو را بخشیدم. دوستم، برادرم. گفتم که به من وعده ده، به من قول میدی. مرا سر نمیگذارم تو را. تو چی گفتنی مینیک؟ جناب،
شما میدونید که در این دنیا بعضی کلمه ها یک جا شده نمیتوانند. مثلا اهانت و دعوا، اسگار و بی‌حرمتی. یک جا بودن این کلمه ها خودش فلاکت است. اصلا باید حالا با سوها الویدا گفتن لازم است، اما عین حال شرایط مساعدت نمی کند جناب. مینی گپ رو بسیار کردی. یعنی گفتنیم که سوها هم بسیار غمگین است. دختر یگانه فرزندش از دم مرگ خلاص شد. او یک دادستان نامدار است، اما همچون پدر پیری فانی جبر دیده است جناب. واه 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 واه، بسیار غمگین شدم. حاضر گریه میکنم. مینیک مرا زهری کردی. سلاحت را فرار. تو باشی هرگز با من طرز سخن کردن را فراموش نکن. فهمیدی؟ اگر مسئله دخترت هم باشد. جونا جان، محافظ محافظ محافظ، این آدم به من حمله کرد. او را دستگیر کنید. شوید. این چی گپ است؟ چی گپ است در اینجا؟ هی آرام شوید، آرام شوید. من به شما میگویم نخواد که آدم بزیار از چشم حمله کند. دستگیر کنید این را. دوستان نراو، دستگیر کنید. التماس میکنم نراو میگویم به تو. بخشش جورا جان، دیگر من نیستم. منتظری من نشو. نراو دوستم، التماس نراو. آرام شو، آرام شو. سردیت نراو. با فکرم پول نداری. مرحمت، تو این دیوانه را از کجا یافتی؟ نپرس برادر. تشکر. سلام اکا جان، شکری خدا که باز شما رو میبینم. بیایید آغوش گیرم. از آنجا چی برام؟ حاضر میفهمونم. اکا جان نپرسید. من 10 کس میگویم، شما 64 کس فکر کردن گیرید. همه اشون با من حمله کردن. آمدگیشون رو به زمین میزدن. یک تو اینش رو، یک تو ویش رو. اینش رو، ویش رو. راست میگم. اگر رفتیم تیستر، یکی تا در داخل میباشد. باید یکم کار را فکر کنیم. پس چیکار میکنیم؟ باز رو میربویم؟ میبینیم خیری. حاضر میرویم. خیر، مایلش رفته رو نجات میدیم. حالا که وقتم خوش است میرویم. اول جون خودمون خیری. یعنی چی خیر؟ تو گپ رو تا آخر گوش نمیکنی. در گوش فیل خوابی، در گوش فیل. تو آن موتورسیکل رو ندیدی؟ آنها تو رو دانسته آزاد کردن. چرا؟ برای چی؟ چرا؟ برای چی؟ برای آن که آنها میدانستن که تو با من وا میخوری. من گیر حاضر میآیم. زودتر باش. یک دقیقه. چی من اون آدم ها رو نزدم ها؟ چی خیل میشود؟ با شته زدم، با موش زدم. شته زدم، با موش زدم. البته زدم. التماس مرا آزاد کنید. آراش رها کنید مرا. آرام شو، راه ده. التماس یک تلفن فرا نزدیک مدیر برید. من باید با مدیر در اینجا چی غوغا؟ باید با مدیر گپ زنم. مدیر، این شخص به یک زیارتچی حمله کرد. سردارم شما در اینجا چیکار میکنید؟ باز آرام نمیستی؟ سردارم به من گوش کنید. میمدو در اینجا بود. میمدو؟ گپ‌های پا در هوا میگفت. بسیار خیال‌های خام داشت. به نزد او میرود، او را میکشد. سردارم. به نزد کی؟ یگان چیز رو نفهمیدم. به نزد پیکاس. پیکاس.
کنی بینم این مراتب تو رو از دست من کی نجات میدهد پیکاس. مایلش میرم بچه ها. زودتر بچه ها. راه کرد کنی با دقت باشید. میدرویم در اینجا کسی نیست؟ اینها کجا رفته باشند؟ اینجا رفتر کنید. زودتر برایید از اینجا. دستر بچه ها. بیا کپکی من بیا. حالا از تو یک سوال میپرسم. با بیمارخانه یا اینکه با مزار؟ التجا میکنم اکا جان مرا نکشید. اکا چی میپرسید؟ در پیشونش پرونید مرده روند. آفرین خیری. مرا نپرونید اکا جان. استید با شما خبر مهمی میگویم. کنی بگو. مرا رها میکنید. بله. یگیت رو امروز آزاد میکنند. پیکاس باشد در برآمدگاه حبسخانه او را میپرونند. اکا مرا با بیمارخانه میبرید؟ بله میبریم. اما با مرگ. خیری بیا اینجا رو تازه کنیم کستر. خوب شده است. دیوانه هم کردی رانو. جواب ده ممدو، جواب ده. تو ها جواب نمیدی هدپای هنر. با ممدو چی شده باشد دیوانه میشوم. نمیدونم رانو. ممدو این خیل کار نمیکرد. خدایا باز اون حادثه به سرش نآمده باشد. من کی آزاد میشم؟ پس از 1 ساعت یا 45 دقیقه. نباشد من تو رو در اینجا منتظر میشوم. سردارم شما کاری کرده مسئله ممدو را حل کنید. اول یک به اداره پیکاس رفته وضعیت را درست‌تر فهمید. من هم با اونجا رفتنی بودم. مدیرم تا بازدید. جانک من آمد. جانان از جانان. یگید را با این خیل سلاح کشتن میارزد. زودتر ممدو این کار رو تمام کن. گپ نمیزنم رانو، نمیزنم. خدایا جواب ده ممدو، آخر جواب ده. چرا اینقدر بلمیه شده است نمیفهمم.
چی میگویی رانو؟ از سحر باز 50 بار زنگ زدی. ممدو در کجایی؟ در بیرونم. چی شد؟ ممدو خیلی ترسیدم. التماس به خانه بیا. ای خدا، دیگر با من زنگ نزن رانو. یگید یک طرف شد، باز ممدوح دردی سر شد. ای خداوندا، تو با من صبر ده. بیا با حقه نجیب زب میزنم. شین. حقه نجیب ممدو در کجا باشد؟ با من معامله خوش نکرد. گفت که دیگر به زن نزنم. به چی شده از نمیفهمم. گریه نکن رانو، همش خوب میشود، نگران نباش. من ممدو رو یافته به نزد تو میارم، نترس. این رو بینا. نه تا حال نبرآمده است. تلفنش خاموش است. با حبسخانه زنگ زن. تلفن اونجا رو از کجا یابم؟ از یگان جا یا آخر تو پلیس نیستی مگر؟ یا این صدای چی بود؟ وقتش رو یافت. چرخ ماشین کفید. دیوانه میشه اون بلند زند. شد؟ پروا نکنید. من حاضر در 5 دقیقه وضع میکنم. در خردسالی هم تابستانها پدرم مرا به تعمیرخانه روان میکرد. ای خیری، تو مسخره میکنی. وقت ما نیست. یکی رو میکشن. خیر چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ ها؟ رو از اینجا. تاکسی. کس هم اینجاست؟ بخیر است آقای مامور؟ بس کن، به سوالم جواب ده. در اینجاست؟ نه، کمی پیش برآمد. با کجا را؟ با ما یگان گپ نزد. خوب، ما یک بار بینم چی. زودتر های کن، منتظری من نشو. فهمیدم جناب. مسئله من حل شد. یعنی میتوانم که برایم. اگر خواهی با ما چای بنوشیم بعد برو. تشکر. من اینجا خود را ناراحت حس میکنم. مرحمت. خیر میلش. انشالله که باری دیگر به اینجا نمیداری. گفته نمیشود. اگر در آزادی برای زندگی با شرفانه مساعدت نکنند میبینید که باز آمدم. خداوند نشان ندهد. آمین.
حالا با دستم میافتی پیکاس. به کجا میرویم گفتید؟ به محبس امک، به محبس. به دکان شیرینی فروشی زادروز داری ها؟ ها زادروز است. یک رفیق من آزاد می شود. از سری نو تولد می شود. همین رو قید میگیریم. با قید میگیریم. حضور نشان میدیم با تو. مایلش می شود. اگر خواهد خیر با راه پایان میرویم. این همه کم زور بود است. تلفن رو ده. ما دیر میکنیم. اخلا نجیب سردار رو خبر ده. لیکن قواش تمام شد، دانسته باشید. بس کن. به این هم کدام کاری تو تا آخر ساز بود. من هم به نزدیکی زادروز دارم. خدا. الو ثابت؟ نجیب سردار مار خوب گوش کن. گپ زن ثابت. الو ثابت. چی شد؟ قوه تلفن تمام شد. یگان کارت رو تا آخر خوب نمیکنی گیر. این کار با من چی علاقه دارد؟ با کسی زنگ زدن نمیتوانیم. مجبوریم که خودمون از پی کار شیم. اگر دیر کنیم جوابش رو تو میدی. فهمیده گیر. خدایا توبه. ای امک جان زودتر رون قربانت شوم. قربان گذشت. اکنون رمضان میآید. سلاحت رو به زمین مونده. آیسته به طرفی من گرد. تو کیستی؟ سرکمیسر ممدو. نمیشناسی مگر؟ سخنی آخرینت را گفتنی باشه، تأخیر نانداز. بگو. تا امروز فکر نکردم. حالا هم به سرم یگان چیز نمی آید. سلام مخلصان استودیوی همصدا. چون که شما آگاه هستید، استودیوی همصدا تصمیم گرفته بود башида ба 20 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз байни 10 нафар ҳунармандони силсилафилми ҳомиён 5 нафарашро ба шаҳри Душанбе даъват намояд. ҳамчунин ба тариқи овозии SMS ки мухлисон онҳоро интихоб карданд. ва ҳамчунин студияи ҳамсадо эълон карда буд ки он мухлисоне ки ба ҷонибдории ҳунарманди писандидашон SMS равона мекунанд, аз байни он мухлисон 10 нафарашон соҳиби мукофот мегарданд. аз ин ҳам бошад мухлисоне ки ба ҷонибдори ҳунармандашон ва ҷонибдори ҳунарманди писандидаашон SMS равона карданд, 8 нафарашон соҳиби роҳхат ва консерт соҳиби чипта гардиданд. ва он 2 нафаре ки бештар ба ҷонибдори ҳунарманди писандидаашон SMS равона намуданд, имконият пайдо мекунанд ки ҳамроҳи ҳунарманди писандидаашон наҳорӣ ё ин ки хӯрокишон бикунанд. аллакай мухлисон он 5 нафар ҳунармандеро ки ба шаҳри Душанбе ташриф меоранд тариқи SMS муайян карданд. ин ҳам бошад таҳти рақами 01 Йигит, таҳти рақами 02 Ҳалима, таҳти рақами 03 Наҷиб Сардор, таҳти рақами 04 Менду ва таҳти рақами 05 Хайри мебошад. мухлисони гиромӣ, ва инак анамин ду писарбачаи зебо он мухлиси хушбахтро муайян мекунанд. бояд қайд намуд ки дар дохили анамин зарф рақами телефонҳои он шахсоне аст, он мухлисоне аст ки ба ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон SMS равона карданд. рақами интихоб шуда 918 37 41 41. рақами интихоб шуда 988 58 97 45. чуне ки мо имрӯз дошта будем, мо 8 нафарро бояд аввал интихоб намоем. 917 58 58 42 988 61 88 88 918 43 42 35 907
72 36 45. اینک ما 6 مخلص رو انتخاب کردیم، 2 مخلصی دیگر مرحمت. 918 10 10 06. مخلصان گرامی و اینک نفر آخرین در شرط اول از اون 8 نفری که چونید ما امروز داشته بودیم. رقم تلفنی 91 508 84 58. و همین 8 نفر صاحبی راهخط و کانسر شدن، یعنی صاحبی چیپتر. و اینک اون 2 نفر مخلص رو که از همه بیشتر و جانبداری هنرمند پسندیدهشان SMS روانه کردن و همچنین امکانیت پیدا کردن که همراه هنرمند پسندیدهشان نهاری بکنن معین نمودیم. این هم باشد رقم های 907 77 43 77 919 16 38 38 باشد. اما اون 10 نفر مخلصان رو که در این بازی غالب آمدن تبریک میگویم و از 8 نفر مخلصان دور بازی یکم خواهش می‌کنم که جهت دسترسی چیپتا به استودیوی همصدا مراجعه نمایید. نگفتن نماند که روزهای 17 و 18 سپتامبر استودیوی همصدا بهترین شو برنامه را بخشیده و 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان استقلال برگزار می‌نماید. و در این شو برنامه بهترین هنرمندان استرادای تاجیک و هنرمندان سلسله فیلم حامیان اشتراک می‌نمایند. بخشیده به ماه شریف رمضان از 1 تا 15 آگوست شما می‌توانید چیپتا را از کاسه کاخ بوربر با نرخ 20% ارزان دسترس نمایید. همصدای دل شما. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд, сифати паст дошта, қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоед ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.